الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على من سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشرته وعشيرته إلى الأبد. أما بعد، قال الحكيم في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الهی ای زبانها از تو گویا، الهی ای زبانها از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا. کوه و جنگل و دشت و بیابان، به کوه و جنگل و دشت و بیابان، تویی پیداتر از پیدا خدایا. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حضار محترم، برادران و خواهران گرامی و عزیز و ارجمند، و ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، عید ایثار و جهاد و عید تلاش و قربانی، خدمت همه سروران عزیز از پروردگار عالم بخواهیم که در این روز جایزه، در این روز بزرگ، روز احیا نمودن سنت جد توحید حضرت ابراهیم علیه السلام و بزرگترین ابرمرد تاریخ، یگانه منجی عالم بشریت، فخر موجودات، سرور و سادات و امتیان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، به همه ما توفیق بده تا بتونیم حد اکثر استفاده رو از این مجلس و از این روز مبارک بنماییم ان شاء الله. چند دقیقه‌ای که در خدمت شما سروران هستم، گرچه که در روز عید انسان نمیتونه روی یک موضوع خاصی صحبت بکنه، با توجه به رفراندوم عمومی که سروران عزیز و اجتماع بزرگی که در مصلاها و اعیاد برگزار میکنن، به هر حال چون که جمع توده این مردم رو و نمازگزاران رو سروران جوان تشکیل میدن، و از اون جایی که از نظر سنی خود بنده هم با اینها مناسبت دارم، جا دارد که پیرامون نقش جوانان در جامعه اسلامی و مشکلات و معضلات جوانان خدمت سروران عرض بکنم. اگر در مسئله جوانان پیرمردها هم شریکن، چون که به نوعی بالاخره سرپرست و متولی جوانان هستند و راهنما و قائد جوانان هستند، لذا به هر نوع که شما حساب بکنید انشاءالله در مخاطب صحبت من قرار خواهید گرفت. و به قول اقبال لاهوری رحمت الله علیه میفرماید که من که نومیدم ز پیران کهن. میگه پیرا گذشته دیگه، حالا هرچی به همون دینی که بودن، اگر ما 100 سالم بخوام اینجا سخنرانی بکنیم دیگه در گوش اینا، البته معذرت میخوام از محضر پدرا سوء تفاهم نشه، ولی منظوره که اینها راهشون رو گرفتن، به هر حال اونها دارن ما رو نصیحت میکنن، اونها برای ما باید موعظه بکنن. ولی که اقبال لاهوری میفرماید من که نومیدم ز پیران کهن، دارم از روزی که می آید سخن، بر جوانان سهل کن حرف مرا، بر جوانان سهل کن حرف مرا، بهرشان پای کن ژرف مرا. نوجوانی را که بینم بی ادب، روز من تاریک می گردد چو شب، تاب و تب در سینه افزاید مرا. اقبال میگه وقتی من جوانی را ببینم که از حدود خدا متجاوز می شود، تاب و تب در سینه افروزد مرا، یاد عهد مصطفی آید مرا. لذا صحبت از جوانان است، آنانی که امید و سرمایه این ملت و آینده درخشان و بهار شکوفا شده دین و شریعت، و جوانانی که نگهبان و محافظ این دین عظیم از طوفانها و سیلابهای ویرانگر تهاجم فرهنگی است. آری سخن از جوانان است، جوانانی که سنبل ترقی و افتخار و پیشرفت هر عصر و هر زمان به شمار می آمدن و می آیند. لذا
سروران جوان سراپا گوش باشیم به استماع احادیث رسول اسلام و قرآن عظیم الشأن و دردان سخنهایی که از زبان رسول معظم اسلام و تاریخ نویسان به سمع و گوش من و شما میرسد. شاید سوال بکنن سروران که امروز عید و قربانه، در مورد قربانی باید صحبت بشه و هدف از صحبت بنده پیرامون این موضوع چیست؟ من سعی میکنم صحبتهای زنده‌ای رو خدمت سروران عزیز ارائه بکنم. هدف از بیان این موضوع واقعی که 2 هفته 3 هفته پیش آنستشم در منطقه تاجرآباد جلوی خانه بنده رخ داد. این انگیزه رو در من به وجود آورد به عنوان یک مسئول و پیشنماز که پیرامون این مسئله کلمات شکسته‌ای با زبان قاصرم عرض بکنم. ساعت 2 بعد از ظهر داشتم استراحت میکردم که زنگ خانه به صدا در آمد. در خانه را باز کردم. پیرزنی فرسوده و فرتوت، پیرزنی با چشمان گریان، پیرزنی که سراسر حزن و غم و اندوه سراپا وجودش را پوشیده بود، که هنگامی که انسان فقط به سیمای این پیرزن نگاه میکرد آه و ناله و فغان از وجودش بیرون می آمد. با این جمله جناب مولوی من رو دریاب، به دادم برس کمکم کن، من محزون غمگینم، به داد من برس فریاد رسی کن. مادر بیا تو چه خبره؟ چرا اینقدر پریشان و مضطرب و حیرانی؟ چرا اینقدر غم خورده و پریشانی؟ چرا مضطربی؟ بیا. بله فرزند جوانی دارم. فرزندان عزیز گوش بدن، جوانان عزیز، نوباوگان، نونهالان، امیدان درخشان آینده. دیدم پلاستیک سیاهی دستشه، پلاستیک را دستم داد، گفتم چیه؟ نگاه کردم که سیدی‌های مبتذل شکسته داخل این پلاستیک. فرزندم شب تا صبح با اینها مشغوله، زنهای رقاصه و بی حجاب رو نگاه میکنه. من که بهش گفتم مادر این کارها رو نکن، از این اعمال دست بردار وگرنه از خانه برو بیرون. با چوبی فرزندم به سر کلم افتاد و تا جایی به لذت که خون از بدنم جاری شد. با دیدن این واقعه سراپا لرزیدن گرفت که خدایا در منطقه اسلامی، در جامعه اسلامی، در جایی که شب و روز قال الله و قال الرسول گفته می شود، هنوز جوانانی وجود دارد که با کمال جرأت و با کمال بیادبی و گستاخی به حریم پاک و مقدس مادرشان این گونه تجاوز می کنند. از سروران عزیز این چه شوری است که در دور قمر میبینم. همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هیچ مهری نه برادر به برادر دارد، هیچ الفت نه پسر را به پدر میبینم. لذا از اونجا دیدن این واقعه من رو بران داشت که این عید را خدمت سروران عزیز پیرامون مسئولیت جوانان، نقش جوانان و مشکلات جوانان، چرا جوانان ما امروز گرفتار این بلاهای خانمان سوز و این فاجعه های خطرناک و این فاجعه های عالم سوز زمان گرفتار می شوند؟ سروران عزیز خیلی بلندید، خیلی بزرگید، قیمت خود هر دو عالم گفته ای، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز. قرآن عظیم الشأن و احادیث رسول معظم اسلام و تاریخ مقدس اسلام این نکته رو اثبات می‌فرماید که هر زمان جوانان، هر زمانی که حرف از جهاد و پیکار و مبارزه و تلاش و فعالیت و کنجکاوی به سخن به میان میآید، در سطر اول و خط مقدم همه این میادین حضور پرشور جوانان هویدا و آشکاراست. آری جوانان عزیز، هنگامی که ما در قرآن عظیم الشأن قصه اصحاب کهف رو بررسیدیم، قرآن عظیم الشأن وقتی از اونها سخن به میان میآورد میفرماید انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا. کسانی که بر علیه دقیانوس زمان و ددمنشان و دژخیمان زمان آستین همت رو بالا زدن و بر علیه اونها یورش نمودند،
انهم فتیتون، اونها نوجوان بودند، اونها جوان بودند، اونها از نیروی جوانی، از نشاط جوانی برخوردار بودند. هنگامی که سخن از ابراهیم علیه السلام به میان می آید، امام الموحدین، رهبر توحید، امام الانبیا، چی می فرماید؟ هنگامی که بتها و اهریمنهای نمرودیان را به زانو در می آورد و هنگامی که تبر توحید را پشت اهریمنها سوار می کند و اونها رو از وسط دو نصف می کنند، وقتی که این خبر به گوش نمرودیان میرسند و جویای مسئله میشن، چی میگوین؟ قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. ما شنیدیم که جوانی هست به نام ابراهیم. فتا در لفظ عربی به معنای جوان. ما شنیدیم که جوانی به نام ابراهیم در اینجا ندای توحید و الله اکبر رو سر داده و به گمان ما غیر از نیروی جوانی ابراهیم کسی دیگر را شایسته این عمل نیست. لذا از ابراهیم سوال میکنید. جوان سروران است و جوانی دیگر جوان رو درست میکنه. حضرت اسماعیل علیه السلام، فرزند حضرت ابراهیم، کسی که بزرگترین درس توحید، درس ایثار، درس قربانی، درس جهاد، درس مبارزه، درس ایمان و تقوا رو به بشریت داد و تا قیام قیامت همه جوانان باید شاگرد مکتب اسماعیل باشند. اسماعیل 12 ساله‌ای که زمانی که امر رب العالمین را از زبان پدرش میشنود، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، فرزندم من تو را در خواب دیدم که با دستانم ذبح میکنم، فانظر ماذا تری، نظریه تو چیست؟ اسماعیل جوانه. اسماعیل دفتر آرزوها، دفتر امیدها، دفتر زندگی خودش را تازه باز کرده و تازه قدم به عرصه وجود گذاشته. اسماعیل تازه زندگی خودش را شروع کرده است بعد از 80 و 70 و 90 سال که پدرش در بالاخره بی فرزندی و مزه بی فرزندی، مزه تلخ بی فرزندی را چشیده بود. امروز اسماعیل به دنیا آمده است. سلامت قرار اینت بفرمایید. اسماعیل علیه السلام وقتی این سخن رو از زبان پدر میشنود، بدون هیچ گونه مکث و درنگی و بدون هیچ گونه استخاره و فکری چه میفرماید؟ یا ابت افعل ما تؤمر. جوانان خودتان را به جای اسماعیل قرار بدید در این لحظه. یا ابت افعل ما تؤمر، پدر جان، هر عملی که شما مأمور شدی به اجرایان، اون عمل رو به مرحله اجرا در بیاور. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پدر جان من صابرم، من صبر و شکیباییم بالاتر از اینها فوق العاده است، لذا در امر خدا تأخیر نکن. اسماعیل جوان روانه قربانگاه می شود. هنگامی که در مقابل امر خداوند متعال تسلیم میشن و میخوان امر خدا رو اجرا بکنن، اسماعیل جوان از اون جایی که از بازو و نشاط و غیرت و شهامت و دلیری جوانی برخوردار است و مستقیم با عالم توحید در ارتباطه، به خاطر امون به پدرش میگوید بابا جان تو پیر مردی و من جوان، من از شور و عشق و شغف جوانی برخوردارم، لذا 3 وصیت و توصیه میکنم. توصیه ها من را گوش کن. توصیه های اسماعیل در لحظات قربانی و تک تک شدن چیست؟ سفارشات اسماعیل در هنگام ریختن خونش چیست؟ اول، چرا اسماعیل اینجا سفارش میکنه؟ آیا از مرگ میترسه؟ به خاطر اینکه مبادا پدرش در راستای اجرای حکم خدا کوتاهی و تقصیر بورزد و خدایی نکرده دستش ده. پدر جان، اولین نصیحتم این است که من رو بر چهره بخوابان که مبادا هنگام گذاشتن کار بر حلقومم چشمم در مقابل چشمت قرار بگیره و حس پدر و فرزندی گل بکنه و در اجرای امر خدا تأخیر بکنی. سبحان الله. دومی، پدر جان دست و پامو ببند. چرا؟ اگر خونم بریزی غم ندارم، زن همی ترسم.
از اینکه خونم را میریزی ترس ندارم، بری لباساتو جمع کن. اگر خونم بریزی غم ندارم، زان همی ترسم که ناگه دامن پاکت شود از خونم آلوده، که مبادا دست و پا بزنم و پیراهن مبارکت رنگینه به خون بشه. لذا پدر پیراهن تو جمع کن و دست و پامو محکم ببند. سوی پدر جان، مادرم تنها امید آینده شو از دست داد، جگر گوششو از دست داد. کسی که در طول عمر منتظر بود درختی را کاش که یک روزی میوه بده، زمان میوه دادن فرزندش از دست رفت. بابا با مادرم به خوبی رفتار کن. سروران عزیز، سنبل ترقی، سنبل نمایش اوج فداکاری و ایثار، اسماعیل علیه السلام جوان. بیا جلوتر، در زمانی که اسلام عزیز قدم به عرصه ظهور میگذارد، نخستین هسته های هدایت کیاین؟ خیلی خوب جوانان مطلب رو بگیرن ها. نخستین هسته های هدایت و نخستین کسانی که از پرتو اسلام، از خورشید اسلام پرتو روشنایی میگیرند، رسول معظم اسلام 40 سال، ابوبکر 37 سال، جوان ها 37 سال پیر نیست، عمر 27 سال، عثمان 30 و اندی سال، علی 10 سال 12 سال، عبدالله بن مسعود، عمار، یاسر. اولین هسته های هدایت جوانان بودن، اولین علمبرداران دین جوانان بودن و اولین کسانی که در میادین حماس آفریدن و هم رکاب رسول معظم اسلام حرکت کردن باز هم جوانان بودن که من به خاطر ضیق وقت به 2 نکته از اون اشاره میکنم. در غزوه بدر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه میفرماید رسول معظم اسلام گروه ها رو سلفر تقسیم کرد که در مقابل کفار بیستند. ردیف من که شد، سمت راستم رو نگاه کردم، جوانی که قدش تا کمرم نیست، 10 ساله 13 ساله الی 15 ساله. گفتم سمت چپم نگاه بکنم شاید یک بهادری باشه. سمت چپم نگاه کردم دیدم از این کوچکتر. با خود احساس شرمندگی و ضعف و حقارت کردم که چرا رسول خدا بقیه را در جمع ابطال و پهلوانان قرار داد و عبدالرحمن بن عوف را با 2 پسر بچه. میگه گفتم راضی شدم به رضایت رسول خدا. جلو رفتم، یکی از این شیران یواشکی دستشو به پام زد، گفت یا عمو جان. نگاه کردم گفتم عمو جان چی داره میگی؟ گفت ساکت، یواش، رفیق کناریت نشنوه. گفت چی داره میگه؟ بگو. گفت یا عم عرفنی ابا جهل. عمو جان ابو جهل برام معرفی بکنی که من بشناسم. ماذا تفعل به یا بنی؟ ای پسرک من، ای نوجوان، ای نونهال، با ابو جهل چه کار داری؟ فرمود سمعت انه یسب رسول الله. بشنوید از زبان کوچکان بزرگ اسلام، بشنوید از کسانی که قدشان 1 متر و ایمانشان کوه ها رو از جا برمیکند. من شنیدم که او رسول خدا رو، محبوب رب العالمین را دشنام میدهد. به واللهی که به محمد رو به رسالت فرستاد، اگر او را ببینم یا سر او را از تنش جدا میکنم و یا خودم جلوی قدمان ابو جهل پر و تک تک خواهم شد. میگه احساس شادمانی به من دست داد. جلوتر رفتم، دیگری دستشو پام زد که یا عم، همون را تکرار کرد که ابو جهل رو معرفی بکن که من سرش رو از تنش جدا بکنم و اون را برای ابد به درک واصل بکنم. عبدالرحمن بن عوف میگه من این زمان فکر کردم که در میان 2 لشکر ابر قدرت و ابر مرد قرار دارم و هیچ گونه پروایی هم ندارم. هنگامی که چشمم به ابو جهل افتاد، به هر 2 تاشون اشاره کردم هذا صاحبکم، هذا ابو جهل. ابو جهل فرعون امت اینه، فتارا مثل الصقرین، مثل 2 عقاب پریدن و ابو جهل رو از بالای اسبش به زمین افکندن و برای ابد او را به درک واصل کردن. اینها جوان بودن، جوانان عزیز، حس جوانی داشتن. حضرت سعید السلمی یکی از اونهاست.
نزد پیامبر خدا با چهره سیاه و کبودش میاد که ای رسول خدا من چهرم سیاه، رنگم خوب نیست. اشراف قریش، اشراف انصار به من زن نمیدن، نمیگذارن که ازدواج بکنم. جوانان عزیز توجه بکنن. پیامبر خدا دستور میدهد که برو نزد خانه عمرو بن وهب، یکی از بزرگان انصار، در رو بزن و بگو که رسول خدا من رو فرستاده که از دختر شما خواستگاری بکنم. دختر عمرو بن وهب دختری بود که به هر کس نمیدادن. شاید 10 خواستگار آمده بودن، چون که واجد و شرایط نبودن، از جمال و کمال و مال و ملال و به قول معروف زیبایی آنچنانی برخوردار نبودن. جواب رد، دست رد به سینه همه اونها زد. این جوان در رو زد، در رو باز کرد، گفت چی میگی جوان عزیز؟ گفت پیامبر خدا محبوب رب العالمین من رو فرستاده که از دختر شما خواستگاری بکنم. عمرو بن وهب تعجب کرد، گفت تو با چهره سیاه و کبودت، با این لباسهای کهنه و مندرست، آمدی از دختر من شاه آمدی خواستگاری؟ برو دنبال کارت. صدا شنید به گوش دختر که یا ابا، بابا ادرک الوحی، ادرک الشیخ قبل ان یفضحک الوحی. بابا جوان رو دریاب قبل از این که وحی تو را رسوا بکنه. بابا اون از جمال و کمال و مال برخوردار نیست، ولی چون که قاصد رسول الله است، چون که پیامبر اون رو فرستاده. پدر جان من دختر با کمال زیبایی و حسن جمالم تن میدهم به شخصی که رسول خدا اون را فرستاده است. جوان ولی رسید نزد پیامبر خدا، رسول معظم اسلام. گفت تو جواب رد داد؟ گفت بله. هنوز صحبت پیامبر و اون جوان تمام نشد که عمرو بن وهب رسید که یا رسول الله اشتباه کردم، معذرت میخوام. پیامبر خدا به این جوان گفت برو پس خریدی بکن. گفت پول ندارم، مقدار پولم بهش داد. از عثمان بگیر، از عبدالرحمن بگیر، جلای صحابه بگیر. تعاون همکاری در میان صحابه بود. لذا رفت و بالاخره مقدار پول را جمع کرد. امروز رفت برای خرید، دید که بازار وضعش خوب نیست، دیگه حالا میخواد عروسیشو بگیره. گفت فردا میام. تا 3 روز سوم آمد برای خرید جهیزیه و لباس عروسی و لباس دامادیش. در هنگام خریدن داشت هنوز چانه و چونه میزد که ناگهان مؤذن رسول معظم اسلام ندا در داد، حی علی الجهاد. بشتابید به سوی جهاد، بشتابید به سوی مرگ، بشتابید به سوی کشته شدن. سعید السلمی جوانی که آمده هنوز وقت عروسی رو تازه باز بکنه، لباس عروسیشو بخره، ندای مؤذن رسول الله رو لبیک گفت و با اون پولی که برای خرید جهیزی آمده بود 1 اسب و 1 شمشیر خرید و فوراً در محضر رسول خدا نقاب بر چهره داشت، مبادا کسی او را بشناسه. در میدان جنگ مانند پهلوانی وارد شد و شروع کرد به شمشیر زدن. بعد از چند لحظه ای رسول معظم اسلام متوجه شد که حضرت سعید السلمی از بالای اسب به زمین سقوط کرد. پیامبر خدا جلو تشریف برد. لحظه اول که نگاه کرد صحابه آمدن، دید که اشکار رسول خدا سراسر وجود پیامبر خدا را خیس کرده. رسول خدا گریه می کند. پشت سر گریش پیامبر خدا خندید و سپس چهرشو برگردوند. گفت ای رسول خدا، گریه و خنده و چهره برگردوندن. گفت گریم از شهامت و شجاعت و بر فراق سعید ابن سلمی است که چرا این ابر مرد آمده بود عروسی بگیره، ولی عروسی آخرت را بر عروسی دنیا ارجحیت داد. و بعد خندم به خاطر این بود که دیدم از ناز و نعمت برخورداره و روی گردانیم از این بود که هزاران حور بهشتی با ساقه های برهنه آمدن به استقبال حضرت سعید. لذا من صورتمو برگرداندم که مبادا همسر سعید را ببینم. سعید السلمی خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتن، ز کالاهای ناشسته بازار محبت را پسندیدند و رفتن. آن معظم فاتحان دین برست و نامور، چون به تسخیر جهان بستند از همت کمر. عزمشان را دائم استقبال بنمودی ظفر. آه تا از چشم ما رفتند چون نور از بصر، رفتن آن نامداران نام ما زد بر زمین.
رفتن آن نامداران، نرفتن سعید السلمی ها، رفتن معاذ بن معوذ ها، رفتن طلحه ها و زبیر ها، رفتن آن نامداران نام ما زد بر زمین، دور از آنها آبروی ما عرق شد بر جبین. امروز ما اگر آبروی نداریم به خاطر اون که این جوانان با اون شور عشق و نشاط در میان ما مشاهده و پیدا نمی شود. صلوات غرایی نهد بفرمایید. بله سروران عزیز، در هر عصر که نگاه بکنیم، زمانی که بیت المقدس زیر یوغ استعمارگران و استثمارگران و یهودیت قرار میگیرد و به خودشان مینازند که فرزندان محمد مردند، همونطوری که امروز به خودشان میبالند و مینازند. صلاح الدین ایوبی از کردستان بلند میشود، جوانی است تازه عروسی کرده. صلاح الدین ایوبی قسم یاد میکند تا زمانی که بیت المقدس رو فتح نکنه از پای نخواهد نشست. اینها رو شنید. نکته قابل توجه، زمانی که بیت المقدس رو محاصره کرد، یکی از افراد بزرگ و فرماندهان یهودی ها نامه می نویسد به صلاح الدین ایوبی که ای صلاح الدین، این لقمه را هزاران افراد مثل تو برداشتن ولی نتوانستن هضمش بکنن. فوراً محاصره را بشکن و بیت المقدس و فلسطین را رها بکن و دست از تسخیر بیت المقدس بردار، وگرنه حمله خواهیم کرد، در صفوف شما شکاف ایجاد خواهیم کرد و شما را تا مدینه منوره تعقیب خواهیم کرد، جا روضه مطهر رسول الله را خواهیم گشود و خاک بر زبانش گفت که استخوانه های پوسیده رسول الله را به آتش خواهیم کشید. صلاح الدین ایوبی مجسمه ایمان وقتی که این نامه به دستش میرسد میگه ای ملعون، اگر به من توهین کردی مهم نیست و اگر توهینم میکردی به هزاران نفر مهم نیست، ولی هنگامی که اول نامه را میخواند و این استخوانه های پوسیده که به رسول خدا نسبت داده بودن، صلاح الدین ایوبی اشکش میریزد و میگه السلام علیک یا رسول الله، ای رسول خدا سلام بر تو، ای رسول خدا از طرف صلاح الدین ایوبی سلام ملت را بپذیر و بگو هنوز تا صلاح الدین ها زندن نخواهیم گذاشت که کوچکترین اهانتی حتی به جسد مطهر شما هم بشود. صلاح الدین ایوبی گفت قسم خورد که من قصد داشتم خونریزی بیت المقدس رو فتح بکنم، ولی به والله قسم تا زمانی که خون این نامرد رو و پس فطرت رو نریزم هرگز نخواهم نشست. حرکت کرد رفت، آمد زمانی که دستگیر کرد گفت احمق، اگر به من توهین میکردی امروز تو را رها میکردم، ولی چون که به جهانیان اثبات بکنم که ما امتیان و ما جوانان حاضریم از تمامی وجودمان بگذریم و نه حاضر نیستیم از رسول معظم اسلام بگذریم، لذا گرفت با دستان خودش اون را ذبح کرد و اون را به درک واصل کرد. آری سلطان محمد فاتح یکی دیگر، جوانش 24 ساله. جوانان چه کار کرد؟ شهر قسطنطنیه یا استانبول امروزی، شهری استراتژیکی، رسول معظم اسلام برای فتح استانبول مژده های زیادی دادن و فرمودن کسی که استانبول را فتح بکنه جزاش جنته. بسا افراد حرکت کردن که این قرعه را به خلاص بکنن ولی نتوانستن، تا اینکه جوان 24 ساله‌ای به نام سلطان محمد فاتح حرکت میکند و با شور و اشتیاق و با عزمی راسخ و قصدی آهنین و فولادین روانه استانبول میشود و اون شهری که مورد تشویق پیامبر خدا قرار میگیرد از چنگال و از لوس اونها در میآورد. لذا اینها جوانان بودن. این بود مختصری از تاریخ جوانان. لذا اونها جوان بودن، ولی امروز جوانان ما را چه شده سروران عزیز که به قول اقبال لاهوری نوجوانان تشنه لب خالی عیاق. نوجوانان ما اینجوری است، نوجوانان تشنه لب خالی عیاق، شست رو تاریک جان روشن دماغ، کم نگاه و بی یقین و ناامید متزلزلند، کم نگاه و بی و ناامید چشمشان اند جهان چیزی ندید. لذا امروز چه شده جوانان ما را سروران عزیز؟ علت تفاوت چیست؟ بیایم بررسی بکنیم که چرا اون جوانان حماس آفریدن و امروز جوان ما ایمانش اون را هنوز مجبور نمی کند که 5 وقت نماز را بخواند. صلوات غرایی نهد بفرمایید. علت این تفاوت را هم اقبال لاهوری می فرماید.
اقبال لاهوری میفرماید علت پیروزی و ظفر و کامیابی مسلمانان در صدر اسلام و در تاریخ کهن و نوین و تاریخ روشن و فروزان اسلام به خاطر این هست که لا اله اندر نماز بود و نیست. در نمازهای اونا لا اله بود و در نمازهای ما نیست. لا اله اندر نمازش بود و نیست، رازها اندر نیازش بود و نیست، نور در صوم و صلات او نماند، جلوه‌ای در کائنات او نماند، سجده‌ای که از وی زمین لرزیده است، بر مرادش مهر و مه گردیده است، سنگ اگر گیرد نشان آن سجود، در هوا آشفته گردد همچو دیود. این زمان جز سر بزیری هیچ نیست، اندرو جز ضعف و پیری هیچ نیست، آن شکوه ربی الاعلی کجاست؟ این گناهی اوست یا تقصیر ماست، عقلها بی باک و دلها بی گداز، چشمها بی شرم و غرق در مجاز. علت تفاوت این است. سروران عزیز، دشمنان شکست خورده بنی قریظه و خیبر و دشمنان قسم خورده مسیحیت و یهودیت از زمانی که از شبه جزیره عربستان مانند بوزینه اخراج شدن، از اونجا پشت سنگرهای نبرد آماده شدن که یک زمانی انتقام خودشان را از فرزندان محمد بگیرند. از این به بعد سروران خوب گوش بدن. از اون روز به بعد پشت سنگرهای فرهنگی، پشت سنگرهای سیاسی، در سنگرهای فکری نشستن که چگونه انتقام خودشان را، انتقام آبا و اجدادشان را از محمد نگرفتن، از فرزندان محمد بگیرن و به این نتیجه رسیدن بعد از فکر زیاد، بعد از تلاش زیاد، بعد از کنجکاوی و فکر دقیق. چه میگن؟ محاوره و مصاحبه یک رهبر فرانسوی را گوش بدید. چی میگن؟ میگه امروز با سلاح گرم و با اسلحه گرم و با طریق از بین بردن به طریق فیزیکی نمیشه مسلمانان را از بین برد، بلکه خشم و انزجار و تنفر مسلمانان را نسبت به خودمان بیشتر خواهیم کرد. لذا با جهاد و با جنگ و با استفاده کردن از اسلحه های فیزیکی نمیتوان مسلمانان را از بین برد، بلکه خشم اونها را زیادتر خواهیم کرد. پس باید جنگ های فرهنگی رو باید راه انداخت. لذا اسلحه سرد رو باید حرکت بدیم، با اسلحه سرد باید حرکت بکنیم. لذا این فکر را کردن و با اهرم‌های فریبنده ویژه‌ای، با اهرم‌های فریبنده ویژه‌ای تدارک دیدن تا اینکه مسلمانان را به زانو بنشانند که من به چند نکته، به 4 نکته اشاره میکنم. اولین جنگی و اولین اسلحه سردی که کفار و عرض بکنم غربیان در پیش گرفتن، ترویج اعتیاد، مواد مخدر، تریاک، هیروئین، گرد، کوکائین، شراب و غیره. گفتن این مهمترین اسلحه‌ای است که میتوانیم جوانان و مسلمانان زانو بنشینیم. بله سروران عزیز، یکی از بلاهای بزرگ خانمانسوز و خطرناک که جامعه بشری و تمدن کنونی را مورد تهدید قرار میدهد اعتیاد است. اعتیاد، این پدیده ضد بشری و ارمغان استکبار جهانی، اعتیادی که مرد رو از زن جدا میکنه، اعتیادی که قانون گرم خانواده رو تبدیل به جهنم میکند، اعتیادی که جوانان ما را غیرت و ایمان و تلاش و کوشش و پشتکار جوانان ما را از بین میبرد. واقعیت داره سروران عزیز، حاضرن به خاطر تریاک ناموزشان را بدن. باور نمی کنید مولوی سخنرانی میگه، شیخی واقعیت داره، میگه روز جوانی معتاد بود، زنش میگه شب هنگام. جوانان عزیز، اینها در جامعه به وجود میاد که ما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. در ایران ما میاد پیرزنی، عرض بکنم خانومی، در خانه عالمی را میکوبد شب. عالم شب را در را باز میگه که چه خبره؟ میگه من رو دریاب، کمکم کن. چی شده؟ شوهرم معتاده. خب باشه، چی اشکالی داره؟ همه معتادن، خیلی اعتیاد دارن. نه خیر، این بالاه، این تمامی زندگیشو فدای تریاک کرد. هیچ آمد انگشت من را از دستم خارج کرد، تریاک کرد و خورد. هیچ علنگو و دستبندم را از دستم بیرون کرد، تریاک کرد، کش پف کرد. هیچ فرش خانم
را، یخچالم را، اتوم و تمامی لوازم خانه‌ام را دود کرد. جلوشو نگرفتم که امشب ساعت 10 شب ناگهان در را کوبید، آمد با لگد، من در خواب بودم، منو بیدار کرد که بلند شدم. چی عزیزم، دلبندم، شوهرم، سرورم، نیمه شب چه میخوای از من؟ بلند شد. تریاک ندارم، از دست من چی بیاد؟ همه رو فروختی. تریاک ندارم، پول میخوام، پول ندارم. نگاه کرد جوانی روی سرش ایستاده. بیا با این جوان زنا بکن، اول خلاف عفت رو انجام بده که این به من تریاک بده، پول بده. امت رسول الله هست. اینها کسانی هستند که رسول معظم اسلام برای اینها خون داد، رسول معظم اسلام برای اینها قربانی داد، برای رسول معظم اسلام خودش را فدای اینها کرد. تریاک. دومی شراب که رسول معظم اسلام میفرماید هنگامی که جوان مسلمان شراب می نوشه ایمان از تنش بر میاد، همونطوری که این پیراهن از تن انسان در میاد. شراب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. سروران عزیز، جوانان، شراب امروز عام شده. شراب رو نص قرآن عظیم و شان تحریم اون را بیان کرده و به اتفاق تمامی پزشکان شراب نوش از نظر بهداشتی و پزشکی، نوشیدن شراب چنان ضررهای جسمی را بر پیکر جسم انسان وارد می کند که به خدا قسم جبران ناپذیر است. لذا امروز در جوان ما چه می گذرد؟ هنگام شراب می خورن از حال خارجه، هر کاری از دستش برمیاد. به والله قسم قصه ای را برادری به صورت شعر درآورده، میگه ابلیس شبی رفت به بالین جوانی. خوب گوش بدن. ابلیس شبی رفت به بالین جوانی آراسته با شکل مهیبی سر و بر را. خودش را سر و برش خوشگل کرده بود، خطرناک. گفتا که منم مرگ گر خواهی زینهار. گفتا که منم مرگ منم، من اسرائیلم، من پیامرس اسرائیل هستم. باید که گزینی تو یکی از این سه خطر را. اگر میخوای از مرگ نجات پیدا بکنی باید یکی از این سه تا خطر را باید برگزینی و انتخاب بکنی. چی اون سه تا؟ یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار، یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار، یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را، یا پدر پیرمرد ریش سفید خودت را بکش، و یا اینکه خواهر خودت را دست و پاشو بشکن، اون را از بین ببر. سومی، یا آن که بنوشی دو سه جامی ز می ناب، یا آن که بنوشی دو سه جامی ز می ناب، تا آن که بپوشم ز هلاک تو خطر را. اگر میخوای از خطر نجات پیدا بکنی یا پدرتو بکش، یا خواهرتو، و یا اینکه دو سه استکان شراب بنوش. گفتا پدر و خواهر من سخت عزیزند. گفت پدر و مادرم رو نمیکشم، اونا خیلی عزیزن. گفتا پدر و خواهر من سخت عزیزن، هرگز نکنه که ادب آن دو نفر را. اون دو نفر رو که نمیکشم، ولی راه سوم شراب خوری را اختیار میکنم. جامی دو سه نوشید و چو شد خیره ز مستی، خوب خورد و مست شد، هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را. بعد از این که شراب خورد هم خواهر خود را زد و کشت و هم این که پدر را به درک واصل کرد و نتیجه هم شراب بود. سروران عزیز، واقعیت داره. در مجله همین چند روز قبل برخواندم که یکی از جوانان معتاد وقتی که شراب می نوشد، شب هنگام زنش نیست، حمله می کند به طرف مادرش. مادر وقتی متوجه بشه که فرزند سوی قصد باش داره، حرکت می کند از بالای خانه خودشو پایین می اندازد روی پله ها، از این پله به اون پله جیغ می زند. خبر به همسایه ها میرسد، حرکت میکنه، میان که جوان کار در دستش و مادرش دا تهدید به زنا و بعد از اون به مرگ میکند. سروران عزیز، چه شد امروز امت رسول الله؟ شرابه. جوان را میان دستگیر بکنن، جوان یک لحظه خودشو نزدیک میکنه و با کارت به شکم مادرش، ولی دستگیر میشه. ولی چه فایده؟ امروز جوانان ما اینجوری شده متاسفانه. سروران عزیز، امروز ای جوانان تاجرآباد، ای جوانان مسلمان، ای جوانان، ای نخبگان، ای نور چشمان، رسالت شما این نیست. اولین اسلحه سردی که غربیان به کار گرفتن، اشاعه تریاک، هیروئین، آبجو و شراب و بقیه مسائل است. دوم، وقت گذشته،
ترویج غنا، موسیقی و ترانه های مبتذل که امروز جوان ما بدون ترانه مبتذل یک لحظه آرامش نداره. اگر جوان ما غم بخوره، ناراحت باشه، با نوار و ترانه میخواد غم خودش را از بین ببره، با خواندن فاحشه ها و رقصیدن اونها میخواد لحظه خودش را لذت رو به خودش بیاره، ولی به والله قسم لذت در اون نیست. ما نمیفهمیم چون که در جامعه اسلامی بزرگ شدیم. یک مثال زنده‌ای برای شما بزنم. جماعت تبلیغی که ما آمده بود 2-3 هفته پیش از پاکستان قسم میخوردن، اون جماعت ما رفته بود به یکی از شهرهای لندن. خوب گوش بدن سروران عزیز، این واقعیته. به یکی از شهرهای لندن میره، اونجا سوال میکنن، میگه یک پاکستانی اینجا هست، جماعت پاکستان بود، میگه یک پاکستانی اینجا هست، از دیر ایام اینجا زندگی میکنه. میگه سراغشو بدید، آدرس خانهشو میگیره، میاد اونجا، در خانهش بزنش، میگه کجا هست؟ میگه بله داخل کاواره هست. کاواره میدونید چی هست؟ جایی که زنهای رقاصه میخوانند و میرقصند و بازی میکنند و فحشا و زنا، همه مسائل. لذا میگه چیکار میکنه اونجا؟ میگه خدمتگار است، خدمتگار و آبدارچی زانیان و زناکارانه. سراغشو میگیرن، آدرسشو میره اونجا، سوال میکنن، میشناسن بالاخره. بعد از اینکه چند دقیقه با هم صحبت میکنه، هنگام نماز فرا میرسه. خوب گوش بدن سروران، هنگام نماز فرا میرسه. میگه اجازه هست ما اینجا نماز بخوانیم؟ اون که از نماز خبر نداره. میگه من نمیتونم اجازه بدم. وایسته بره پیش رئیسم، رئیس کاواره، اون اگه اجازه داد شما نماز بخوانید. میاد رئیس کاواره، داخل خانه شیشه‌ای هست، میگه آیا اجازه است ما نماز بخوانیم؟ میگه اینجا که زنا و فحشا و شرابخوری و هزاران الواتی میشه، نمازم بخوانید چه مورد داره؟ برای ما که مهم نیست. کجا بخوانیم؟ داخل اون اتاق. داخل اتاق میرن برای نماز خواندن. این پاکستانی رو هم مجبور میکنن، وضو میگیره میاد نماز میخونه. بعد از نماز رئیس کاواره از اونجا بلند میشه، میاد داخل اتاق اینها که شما چه کار کردید؟ گفتم ما نماز خواندیم. گفت خدا برای کی نماز خواندید؟ گفتم برای خدا. خدا به عوض نماز شما به شما چی داد؟ یک گفت به ما جنت رو داد، جنت رو ما خدا میده. گفت نه اون نسیه است، نقدی به شما چی داد؟ یکی دیگه گفت که رضایت خودش داد. گفت نه ما از کجا میدونم رضایت؟ نقدن به شما چی داد؟ ما مسلمانا چی میدونیم؟ خدا به ما نقدن چی میده؟ کی حاضر الان جواب بده؟ هیچ کدوم ما، حتی من. لذا هر چی اینا گفت فلان شد فلان، گفت نخیر اینها الکین. نقدن الان اگه چیزی داده بگید. یکی از اونها برداشت خدا به زمانش داد، گفت اطمینان، آرامش، آسایش، رفاه فکری رو بهم داد که الان راحتم، اطمینان دارم. گفت احسن. گفت حالا من بهت میگم، من نیاز ندارم داخل این کاواره بیا بشینم. من زیاد مال دارم، 7 تا ساختمان چند طبقه دارم، آپارتمان دارم. لذا هر روز یک جای بیام که بلکه آرامش و آسایش من دست بده، و روزها 2-3 ساعت بیام اینجا بنشینم فقط برای که آرامش و آسایش را کسب بکنم، ولی کسب نکردم. امروز که شما را دیدم نماز میخواندی، از داخل خانه شیشه نگاه میکردم، شما نماز میخواندید 2 دقیقه من راحت بودم. شما نماز میخوانید من راحت بودم، چه برسه که من نماز بخوانم چه کار بکنم؟ گفت برو غسل بزن، نماز بخوان. غسل زد و آمد نماز را شروع کرد. بعد از نماز کاواره رو تعطیل کرد، با اونا حرکت کرد و آمد. سال بعدی کاواره شد مسجد جامع بزرگ. اون غربیست ندید اسلام را. ای جوانان مدجور اونا هستید، ای جوانانی که لا اله الا الله را بگید ولی از ماهیت و کیفیت لا اله الا الله خبر ندارید. مساجد گریه میکنن، مساجد جامع گریه میکنن، ولی پارک ها و سینما ها و عرض بکنم منابع و عرض بکنم جاهای عمومی آباد از قدوم شماست. به والله قسم اون جوانی که در لندن شراب می نوشه و در کاواره هست از دست شما شکایت خواهد کرد. بله تربنا اگر میخواد امروز جوان ما اطمینان و آرامش بهش کسب بکنه، میره ترانه گوش میکنه، ولی اونها میاد از نماز. این واقعیت سرور، از نماز ولی نه نمازی که روح هست و جسم هست و روح نیست. سوم وقت گذشته. سومی اشاعه فحشا، بی‌حجابی، فیلم ها و سیدی های مبتذل. این نکته خیلی مهمه. جوانان عزیز چه شد امروز؟ پدرها فیلم های سیدی مانند سیل خروشانی در خانه های حتی حاجیان ما قرار دارد و نمیتونن جلوی فرزندانشان را بگیرن. زن رقاصی میاد اونجا میرقصه، مادر که میگه مادر این کار رو نکن، با سیدی به سر و کلش میزنه، سر مادر خودش را خونین میکند. چه شده امروز؟ آیا این فرهنگ غرب نیست؟ این تهاجم فرهنگی چه کار که نکرده؟ سیدی خام را، جوانان این نکته گوش بدن، سیدی خام را 200 تومن نمیدن. سیدی خام را 200 تومن نمیدن.
خودتون خبر دارید. ولی سیدی های مبتذل، رقاصه ها، خواننده های ایرانی میرسد به 200 تومن، به 200 تومن میفروشن. علت چیه؟ از کجا داره میاد؟ این 200 تومن رو هم پاکستانی ها تا ایران میفرستن میگیرن، وگرنه آمریکایی ها و غربی ها که اینها رو پر میکنن به والله قسم مفت و مجانی، مفت و مجانی در اختیار شما. چرا؟ تا اینکه انتقام اصحاب محمد رو بگیره، تا اینکه ایمان را، تقوا را، اخلاص را، شور عشق را در قلوب جوانان ما بسوزاند و خاکستر بکنه. بیایید شما را به خدا قسم میدم در این روز عید نکنید از خدا بترسید جوانان، نکنید از پروردگار بترسید، نکنید رب العالمین رو گواه داشته باشید. جلوی سیل خروشان سیری ها رو بگیرید، جلوی فیلم های مبتذل را بگیرید، جلوی بی حجابی ها را بگیرید. نگذارید شما را به خدا قسم تخم ایمان در وجود شما از بین بره و خاکستر بشه. به والله قسم شما خودتان دلتان به حال خودتان نمیسوزه، ولی دل ماها به حال شما میسوزه، دل پدران شما به شما میسوزد. برگردید. سوم، پخش فیلم های سکسی و سیدی های سکسی. چهارم، بدبین کردن جوانان به علما، مساجد، کتب، مراکز علمی که امروز جوان شرمش میاد که بیا پیش من طلبه و یا خجالت میکشه چون که لباسش هم لباس من نیست. ما در خدمت شماییم، بیایید کفش شما به والله قسم روی سر ما جا دارد. بیایید ما همه شما را با آغوش میگیریم، بیایید هر حرفی که دلتون میخواد به ما بزنید، ولی بیایید دست دوستی را در دست علما قرار بدید. من عالم نیستم. دست دوستی را با مسئله قرار بکنید که به والله قسم از مساجد اگه کنار گرفتید گمراه میشید. لذا این بود 4. ولی علت چی است که امروز جوانان ما از این 4 تا استقبال میکنن؟ من باید به صورت تیتوان از بکنم. اول، مشکلات خانوادگی. بزرگترین مشکل خود خانواده ها، پدرها و مادرها ایجاد میکنن. آی پدرها، آی مادرها، مؤثر اصلی و مسبب اصلی شما هستی. چرا؟ به 2 دلیل. یا این که فرزند را چنان نوازش میکنن، چنان مرفه بار میارن، تمام خواسته های مشروع و نامشروع فرزندان رو اجرا میکنن، لذا این فرزند مسلمه فردا دوریزگی برفتونی میکنه. و یا فرزند را چنان عقده‌ای بار میارن و از تمدن و از جامعه کنار میزنن که فرزند بازم عقده‌ای بار بیاد میبره و مجبور میشه راهی بالاخره مفاسد اجتماعی بشه. لذا پس اولین راه مشکل خانوادگی است که خانواده‌ها باید مشکلش رو حل بکنن، با فرزندانشان به خوبی رفتار بکنن، تربیت اسلامی. دوم، نشینی. آی جوانا هم نشینی، آی جوانا هم نشینی. دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها همین بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند، نار خندان باغ را خندان کند، صحبت نیکانت از نیکان کند. لذا جوانان عزیز، با هر کسی دست دوستی و مؤاخات و برادری نبندید، سوار هر موتوری نشید، سوار هر ماشینی نشید، با هر کسی و هر لات و لوتی دست محبت را ندهید که به والله قسم اگر بایزید بستامی هم باشید شما را فرعون درست میکند. لذا همنشینی خیلی مؤثر هست. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشم. کمال همنشین بر من اثر کرد، کمال همنشین بر من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. لذا پس جوانان عزیز، همنشینی خیلی مهمه. سوم، فراغت اوقات. چهارمی، فراغت اوقات. جوان ما که فارغ میشه مجبوری که کاری بکنه و این از 2 ناحیه هست. یکی از ناحیه پدر و مادرها که درست اوقات فراغت بچه ها رو پر نمی کنن با برنامه های نوین اسلامی، با کتاب، با مجله، با مساجد. و دوم متاسفانه از طرف مسئولین، بویژه در جامعه اهل سنت که مسئولین هم متاسفانه خیلی کم کاری میکنن در این مورد. جوانان اهل سنت امروز همه جا اعلام میکنن که اکثریت آمار زندانیان رو جوانان اهل سنت تشکیل میدن. بله، جوانان اهل سنت از یک طرف با وجود عدم فرهنگ اسلامی این کارا رو میکنن و دوم متاسفانه مسئولین عزیز نسبت به جوانان اهل سنت خیلی کم کاری میکنن. وقتی که جوان ما نمیتونه به بالا بره، وقتی جوان ما سر کلاس اول دبستان مینشیند با این امید که پنجم را بگیره بیا بیرون، چون که بعد اون کاری بهش نمیده. وقتی که لیسانس های ما
وقتی که لیسانس های ما بیکار هستن، لیسانس ما بیکاره ولی دیپلم اونها سر کار هست، وقتی که اشتغال زایی درست نسبت به اهل سنت نمی شود، وقتی که کوچه های تاجرآباد که جز مشهد هست چندین سال است هنوز آسفالت را به چشمش ندیده، مسلم است که جوانان ما باید چگونه بار بیاد. نظام جمهوری اسلامی، مسئولین عزیز، من از اینجا به عنوان پیشنماز این مردم و یک سنی ایرانی گوشزد میکنم به همه مسئولین، ما همین جوانان ما بود که دیروز روز 22 بهمن، نه تنها دیروز بلکه از بد به پیروزی انقلاب اسلامی تا دیروز و تا آینده و تا قیام قیامت پشتیبانه و پشتگار نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. لذا بی انصافی نکنید، بیایید جوانان ما را بگیرید، نگذارید دیپلم های ما با سوادان ما نونهالان ما. من به شما اطمینان میدم که به والله قسم در وجود جوانان ما استعدادهای فوق العاده و بالقوه است که اگر از اینها کار گرفته شه به خدا قسم از برادران شیعه هم جلو میزنند، ولی متاسفانه نمیگیرند. جوانان ما مجبورن که دست به احتیاط بزنن. خداوند متعال مسئولین رو توفیق بده تا جلوی تفرق و عرض بکنم این دونگرشی رو بگیرن و اهل سنت رو هم، جوانان اهل سنت رو هم در مسائل اشتغال زایی کار بگیرن، نگذارن جوانان ما احساس ضعف بکنن، احساس پیری بکنن، احساسی را بکنن که استعداد هیچ کاری رو ندارن. لذا پر کردن ایام فراغت از طرف مسئولین و بعد از اون از طرف پدر و مادر. و چهارمی عدم ارتباط با مساجد و علما که باز هم این بحث شد که انشالله حتما با علما بیشتر بحث بکنید و رفت آمد بکنید با کتب، با مطالعه انشالله بتونیم جلوی سیل خروشان تهاجم فرهنگی رو بگیریم. به امید آن روز از خداوند متعال خواهانیم که به همه ما توفیق بده تا بتونیم در مقابل سیل خروشان تهاجم فرهنگی که از در و دیوار خانه های ما به درون خانه ها آمدن جلوگیری بکنیم و خدای نکرده باعث تشتت و اختلاف نشویم. الله ذوالجلال رو بخواهیم که نظام جمهوری اسلامی ایران رو که دیروز 24مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بود، الله ذوالجلال نظام جمهوری اسلامی ایران رو پایدار نگه دارد و وحدت و اخوت و یک پارچگی رو برای اهل سنت و اهل شیعه حفظ بکنن و از جوانان ما هم انشالله کار بگیرن. خداوند متعال به همه توفیق عمل عنایت بفرماید. وقت گذشته خدمت سروران دو سه نکته رو عرض بکنم. اولا ما در آستانه انتخابات، دوستانی که دم در هستن تشریف بیارن داخل، ما در آستانه، خوب گوش این نکته را، ما در آستانه انتخابات شورای شهر هستیم. از اون جایی که شورای شهر یک پدیده اجتماعی و بسیار نوین و جالبی است و بالاخره سهم بسزایی در سهم حیاتی در سرنوشت فرزندان و اولاد ما دارد، لذا بر همه ما واجب است و لازم است که در این انتخابات شورای شهر بالاخره شرکت بکنیم و سرنوشت خودمان را رقم بزنیم. سروران خوب گوش بدن این نکته رو. ما مردم این قسمت پایین شهر متاسفانه از اون جایی که به این نکات اهمیت نمیدیم. ما امروز الحمدلله در انتخابات شورای شهر، کاندیدای شورای شهر حدوداً 7 نفر از جوانان اهل سنت ثبت نام کردن و تایید صلاحیت هم شدن. لذا ما برای اولین بار ما خودمون رو آزمایش بکنیم. مسئولین اعلام کردن که اهل سنت در مشهد 12000 نفر دارن. 12000 نفر، در حالی که آماری که برآورد کردن اهل سنت داخل مشهد حدود 150000 نفر الی 200000 نفر. 150000 نفر خیلی است. لذا متاسفانه از این جایی که به مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی خودشان توجه نمی‌کنند و در مقابل سرنوشت آینده خودشان هیچ گونه احساس مسئولیتی نمی‌کنند، جز آمار دقیق به حساب نمیان. لذا از همه سروران عزیز، از همه اقشار، برادران، خواهران عزیز، حتی خواهران محجبه رو دیروز به ما اعلان کردن شورای علما که این نکته رو اذعان بکنید دیشب، حتی خواهران محجبه‌ای که روی بازار رو ندیدن، 100% تاکید میکنم سروران عزیز، به خاطر اینی که برنده بشیم، به خاطر اینکه سرنوشت خودمان رو تایید بکنیم با دستانمان، حتما انشالله در انتخابات شوراها حتما شرکت بدید. فرزندان بالای 15 سال رو، اهم از پسر و دختر رو حتما انشالله شرکت بکنیم. روز انتخابات شوراها که اواخر اسفند ماه هست، با حضور پرشور و گسترده انشالله سرنوشت آینده خودمان را خودمان با دستان خودمان رقم بزنیم. این خلایی است که اگر ما پر نکنیم دیگران پر میکنن. چه شما شرکت بکنید چه نکنید گروهی باید برن. ولی چه خوب است
که فرزندان ما، کسانی که دلسوز ما هستن، غمخوار ما هستن و میتونن برای فرزندان ما کار بکنن، مشکلات ما رو حل بکنن، انشالله شرکت بکنن. لذا در جمعه آینده این مسئله رو بیشتر گوشزد میکنم، چون که با توجه به اجتماع بزرگی که در این روز عید هست، این نکته را خدمت سروران عرض بکنم که حتما انشالله شرکت بکنن در انتخابات شوراها. هر روزی که اعلان شد همه تن، خواهرها، برادرها، بچه‌ها، بالاخره بالای 15 ساله، حتی پیرمرد و کهنسالا هم انشالله شرکت بکنن که خداوند متعال به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. بله خدمت سروران عرض بکنم، عرض کردم 9:30 دیگه، همون 9:30 ما صحبت ما 9:30 خلاص کردیم. بله خدمت سروران عرض بکنم، با توجه به زمینی که در جوار مسجد خریده شده، سروران عزیز توجه بکنن. زمین را حدود 7 میلیون تومان زمین مسجد رو، اگر ما امروز بالاخره اون مسجد و اون زمین درست بشه، ان شاء الله نیاز نداره که این همه زحمت بشن برای دوستان. لذا زمین مسجد همونطوری قرضهایش رو حساب کردن تا 2 هفته پیش مبلغ 4,600,400 تومان شده. 4,600,000 الباقی 4,600,000 خورده ای مسجد هنوز بدهکاره و ما 3 هفته دیگه وقت داریم. یعنی 3 هفته دیگه اواخر اسفند ما باید پولشو بدیم. 4 میلیون پول زیاده سروران عزیز و شما بودید تا امروز این مسجد رو آباد کردید. شما مردم تاجر آباد، اهم از پیر و جوان، مرد و زن با اون همت‌های بالایتون. لذا تا زمانی که شما کمک نکنید ما جای دیگر هم نخواهیم رفت، چون که جمعیت ما الحمدلله زیاد است و ما همت و غیرت و اون نیروی ایمانی رو در این احساس کردیم و میبینیم و این حرارت رو در این روز گرم، در این روز سرد ما حرارت داریم احساس میکنیم، چون که مردم ما واقعا گرم هستن. لذا در این روز عید فقط یک فرصت هست. هر نفر اگر 1000 تا، ما الان حتما ان شاء الله 2000 نفر، بالای 2000 تا 3000 نفر، اگر نفری 1000 تا بیاندازه 3 میلیون تومان فقط امروز جمع میشه. لذا از انتظامات مسجد که فقط مخصوص جمع‌آوری پولا هستن، تعدادی از برادران مخصوص جمع‌آوری پولا هستن، هر صف فقط یک نفر، برادران دیگر بنشینن، برادرانی که مسئول سعی بکنید. جزاکم الله خیر. ماشاءالله جوانی نمانه، پیرمردی نمانه، خواهر و برادری نمانه که کمک نکرده باشه. دوربین مخفی گذاشته شده. ان شاء الله که همه سروران کمک بکنن حتما. بله خواهران عزیز تا امروز هم کمک‌های فعالانه بوده، حتما ان شاء الله کمک بکنن. جزاک خیر. جوانان عزیز، نوجوانان ان شاء الله همت بکنن. احسنتم، جزاکم الله خیر. این کمک شما ان شاء الله آینده بسیار روشنی برای شما ترسیم خواهد کرد. خداوند متعال به همه شما توفیق بده، به همه ما توفیق بده تا در این خیر و در این اجر عظیم ان شاء الله شرکت بجوییم. برادران مسئول متصلا پولهای جمع‌آوری شده رو به طرف تیرمون بیارن. جزاکم الله خیر. بله جا دارد بنده تشکر قدردانی بکنم از ستاد انتظامات مسجد که از دیروز همه اونها با جانفشانی تمام، با تمامی قدرت تشریف آوردن، مدرسه و ایدگاه رو تمیز کردن، هر دو ایدگاه رو و دیشب رو و امروز از صبح را کنجکاوی و تلاش کردن برای حمل و نقل فرش ها و تریبون مسجد و برای بقیه مسائل. واقعا خداوند متعال کوشش های بی دریغ و بی شایبه اینها رو خداوند متعال قبول بفرماید. تشکر میکنیم از همه ستاد انتظامات مسجد، از نیروهای انتظامی و نظامی تشکر قدردانی میکنیم که برای حفظ مردم قدم رنج فرمودن، تشریف آوردن. از نیروهای انتظامی، از بالاخره کلانتری شهرک شهید باهنر که قدم روی چشم ما گذاشتن، تشریف آوردن و برای حفظ امنیت مردم و این مجلس بالاخره کنجکاوی و تلاش کردن. کمال تشکر و قدردانی رو داریم و از خداوند متعال میخواهیم که به این نیروها و به این عزیزان اجر جزیل رو عنایت بفرماید و خداوند متعال سایه این بزرگان رو برای ما حفظ بفرماید. از همه جوانان عزیز، از همه پیرمردهایی که قدم رنج فرمودن از راههای دور، به ویژه از علمای روستاها، از علما و ائمه جماعت روستاها که تشریف آوردن و ما معذرت میخوایم از خدمت این سروران که نتوانستیم استفاده بکنیم با توجه به ضیق وقت. لذا قدم اینها رو گرامی می‌داریم، مقدم اینها رو و همچنین هیئت همراهشون رو و از خداوند متعال خواهانیم که اجر جزیل را به این برادران عنایت بفرماید. لذا این مسائلی بود که خدمت شما سروران نوشتن. دعا جهت آزادی سلامتی سروران امروز روز جایزه گرفتن است، خیلی توجه بکنید. دعایی که میشه مشکلات همه رو حل فصل بفرماید. یک پسر خوب و سالمی از همه نظر خواستگار دختری است، اما والدین آنها مخالفت میکنند. لطفا در این خصوص صحبت بکنید. لذا اگر واقعا این شخص جای خواستگاری کرده که هم این صلاحیت داره و اون هم صلاحیت داره، لذا بالاخره دیر نکنن. تأخیر کردن در کار خیر استخاره جایز نیست. لذا سعی بکنید سروران عزیز، جایی که میبینید خواستگار سالمی است نگه ندارید. فردا دختران شما سر دست خود شما میموند، به سر و کلتون میزنید. نکنید زمانی که بالاخره میگه هر زمان غذا خوردنی است بخوری خوبه.
بعضی که از خوردن افتاد فاصله شد مجبور بندازه بیرون، بعد میان اونجا نما میرسن دعا بکنه که دختر ما به خانه بخت بره. خب الهی بگم نره که خب خیلی بدجور میشه، ولی همون زمان که تنور داغه بچسبونید دیگه مرد حسابی چه کار داره میکنین. لذا ان شاء الله خصوصا این خواستگار که حتما نوشته جوانی هم هست، خیلی هم آرزو داره دل این جوان رو ان شاء الله نشکنی در کسر. تقاضای دعا برای کسانی که با هم قهر هستن قطع سری بکش همه رو بکش برو جلو نیازمند بود نتوانست به کسی بده، خودش نیازمند بود، میتونه بیشتریش رو هم خودش بخوره و مقداری رو هم بالاخره به دوستان بده. و برادرانی که برای جمع‌آوری پوست میان تقاضا میکنم برای بالاخره حوزه علمی نور و بقیه حوزه ها و برای کسانی که مسلمان هستند مقداری از گوششان رو هم دست این برادران بدن که ان شاء الله هم صدقه‌شون برای علمی از همه جا بهتر است. لذا حتما دست اون برادران حتما مقدار گوش برای طلاب حوزه علمی نور که بر ما حق دارن حتما ان شاء الله بفرستن. لطفا سلام حافظان و مقتدیان برسونید. حفاظ ماه مبارک رمضان سلام گرمی خدمت شما همه صبران دارم. بله وقت نماز فرا رسیده و فقط کیفیت نماز خواندن خدمت صبران توضیح بدم. نماز عید قربان 2 رکعت است. تکبیراتش رو آوردم قبل جهت خانه کعبه مازم الله اکبر. که امام گفت سبحانك اللهم را با امام میخوانید. سبحانك اللهم که خوانده شد 3 تا تکبیر داره. الله اکبر دست گوشا میره رها میشه. الله اکبر دست به گوشا بعد رها. الله اکبر دست ها به گوشا بعد بسته میشه. این 3 مرحله الله اکبر بعد سبحانك اللهم. امام سوره حمد و سوره را میخوانه، رکوع سجده مثل بقیه نمازها. رکعت دوم که بلند شدید امام حمد سوره را میخوانه، بعد از حمد سوره به رکوع میرین. اونجا هم 3 تا تکبیر داره. الله اکبر رها، الله اکبر رها، الله اکبر دست ها به گوشا بعد رها، الله اکبر چهارمی با امام به رکوع میرین. بعد از نماز از سر جاتون تکان نمیخورید چون خطبه بعد نماز عید است و خطبه جز نماز است. همه سروران هنگام خطبه برید استماع کامل بکنن و نمازشون رو خدا نکرده فاسد نکنن. و بعد از نماز حتما ان شاء الله دعا میشه و بعد از نماز بعد از دعا که مزدتون رو بعد از خدا بگیرید، خدا شما را به خدای بزرگ میسپارن و در عیدگاه ان شاء الله همدیگه رو با